زندگی چیست؟ با این سوال بسیاری ها میخواهند جواب گیرند. اگر شما نیز از جمله همین گروه آدمان باشید، پس نوار رو تا آخر تماشا کنید و با دقت گوش کنید. زندگی این باز کردن چشمانت این صبح است، هنگامی که 188,000 آدمی روی دنیا از دنیا گذشت، اما قلب تو حالا هم در تپش است. زندگی این نفس کشیدن از هوای صاف و بی‌غبار و زندگی کردن در دولت آباد و آسایشته است. زندگی این داشتن نعمت بی‌بهاترین از جانب خداوند اسلام است و امتی پیامبر بودن است. زندگی این در آزادی سر به سجده برده ذکر خالق خود را کردن است. زندگی این داشتن والدین سالم، فرزندان صالح، همسر دوستدار و دوست داشتنی است. زندگی این خوردن یک پاره نان سر دسترخوان با نزدیکان است. زندگی این لبخند یتیم است که تو با یک تحفه کوچک او را شاد کردی. زندگی این یادی گذشته کردن، غم آینده خوردن نیست. زندگی همین لحظه است، همین ثانیه است. زندگی این دیدن زیبایی ها در تمام مخلوق خداوند است. زندگی این دور کردن کینه و بخل و بخیلی از قلب خویش است. زندگی این هر صبح را تا شام با تبسم و خرسندی و خوشبختی و شکرگزاری سر کردن و به انجام رسانیدن است. زندگی حقیقی در قلب تو، در دنیای باطنی تو پنهان است. پس او را به دنیای ظاهریت برار و از روی گفته های بالا زندگی کن. تو ثروتمندترین شخصی روی عالم هستی، چون که خالق پاک نعمت‌های بزرگ و بی‌پایان و قلبی دائم در تپش بوده هستی. پس تا دمی که هستی صدقاً زندگی کن. سلامت باش.